وقتی که به بدخشان سفر کردم و فرزندان خیلی با عقل و با فراست این محل را تماشا کردم، افتخار کردم که در بدخشان با کوههای سربلند خود با سیاحان صحبت کردم که سیاحان درباره این سرزمین چقدر معلومات های خوب دارند. بله، دیگر مادر تاجیک نمیخواهد اشک ریزد نمیخواهم. میخواهم که مادر تاجیک گوهر جنبان باشد، فرزندان سالم و صالح را به دنیای هستی بیارد. امروز مادر تاجیک با فرزندان خویش افتخار میکند که اینها در تمام ساختارهای دولتی کار و فعالیت میکنند. بله، تاجیکستان روز از روز آباد و آبادتر شده ایستاده که این را ما در تمام ساختارها دیده ایستاده، این را در سیمای پایتخت اجدما دیده ایستاده، در ختلان و بدخشان و درفشان که پرچم ما پرافشان هست افتخار میکنیم. بگذار که ملت ما با فرزندان برومند خویش هم ختلانی و هم بدخشانی و هم خوجندی افتخار کنند که آنها دارای تاریخ، تمدن و فرهنگ باز هستند.